پیغمبر علیه السلام میفرمه انسان که گناه بکنه در قلب انسان چیز سفید است که یک گناه که اونجا داغ چی میشه؟ اگر از همین گناه توبه بکنه خب داغ پس از بین میره. اگر توبه نکنه یک گناه دیگه بکنه داغ چی میشه؟ گناه کده در سرحد میرسه که همین سفیدی قلب کمال چی میشه؟ سیاه میشه. تا که قلب سفید بود قابلیت پذیرش حق داشت، خود در زمان رسید قلب که مکمل چی شده؟ زنگ گرفته بلران قلوبا. حالی سخن مخن تو به هیچ وجه سرش تاثیر نداره. خود در بدر کردن یا عامل در بدریشان خودشان شد یا الله خودشان شد. الله خود گفته بود که ای انسان گوش برات دادم توسط زی استفاده درست بکن، چشم برات دادم راه حق باید تو ببینی، قلب برات دادم قوت تفکر برات دادم تو خوب سنجش بکن. چقدر از همین خاطر است که کسی از اینمی اسباب و وسایلی که الله برش داده و باید از این استفاده درست بکنه، کسی استفاده درست نکنه اونمو مردم یقینا مستحق جهنم است. در دیگه جای آیت نه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الله میگه ما پیدا کردیم برای جهنم بسیاری از جنیات و انسان ها را. خود کدام در بین جنیات و انسان ها کدام مردم ها را که قلب داره خود فقاهت توسط قلب حاصل نکردن، چشم دارن خود قطعی رای حق ندیدن، گوش دارن خود گپ حق نشنیدن، گرفتن امی اسباب و وسایل حق شناسی را خودشان چی کرد؟ از بین برد. از او خاطر مستحق شد. الله هر چیز اسباب داده و اسباب مسبب سرشی میشه مرتب میشه. اگر گروپ ما میده کنیم روشنی باقی میمانه یا از بین میره؟ گروپ خودت میده کردی. اگر پکر لینش بکنیم حالی برای ما هوا میده؟ نمیده. این اثراتش است که توسط این اسباب برآورده بشه. تو گرفتی اسباب از بین بردی. اینمی معنای ختم است. ختم